قسمت دوم سوال این که چرا خدا مرا آفریده؟ خداوند متعال ما را نیافریده تا گناه کنیم و به جهنم برویم، بلکه او به ما گوهری ارزشمند به نام اراده و اختیار داده است و علاوه بر آن خواسته است تا راه کمال را در پیش گیریم و ما را به سوی آن بسا تشویق‌ها کرده است. راه را هموار ساخته، پیامبران را فرستاده، کتاب‌ها را نازل کرده، دلایل قائم کرده. باید انسان به اختیار خود کمی سختی را تحمل کند تا از مهمانی همیشگی الله متعال بهره مند شود، وگرنه باید طعم تلخ بدبختی را بچشد. اگر برخی دانش آموزان کلاس درس به خوبی درس بخوانند و به وظایف خود به خوبی عمل کنند، قطعا شایستگی جایزه گرفتن و رسیدن به مقامات بالا را دارند، و اگر بالعکس هیچ توجهی به درس نشان ندهند بلکه به دشمنی با درس و استاد برخیزند، قطعا از پیشرفت باز مانده و راه بیچارگی را در پیش گرفتند. اگر به هر دو گروه شاگردان به یک چشم نگریسته شود و به هر دو پاداش و جایزه داده شود، حماقت و ظلم است. پس باید فرق بین آن دو باشد. بهشت پاداش انسان‌های نیکوکاری است که به وظیفه دنیوی خود عمل کردند و جهنم نیز برای افرادی است که در کلاس درس دنیا وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند. اگر چنین نمی بود، قطعا این اشکال مطرح می شد که تفاوت خوبان و بدان در چیست. جواب بعدی: اگر کسی سفره را پهن کند و عده‌ای را دعوت کند که بیایند و از غذاهای آماده روی سفره میل کنند، اگر کسی با میل و اختیار خود از این غذا نخورد و در اثر گرسنگی برایش عوارض جبران ناشدنی پدید آید، بر میزبان هیچ اشکالی وارد نخواهد بود و نمیتوان میزبان را بازخواست کرد که چرا دعوتش کرده است. اگر دعوتش نمی کرد و به علم خود که فلان مهمان از غذا نمیخورد بسنده می کرد، ممکن بود از طرف همون مهمان مورد مؤاخذه قرار گیرد که چرا از من دعوت به عمل نیاوردی و اگر از من دعوت میگردی من از آن میخوردم. جواب دیگر این است که الله متعال فیاض و مطلق است و هر موجودی که امکان وجود داشته باشد خدا به وی وجود میدهد. وجود در هر حالت از عدم بهتر است. هر موجودی در اصل وجودش خیر است و شر شدن آن امری عارضی می باشد. حتی شیطان نیز از ابتدا شر نبوده بلکه همنشین ملائکه بوده است، اما از آنجایی که راه شر و بدی را در پیش گرفته نماد شرارت گشته است. اگر انسان به جایگاه و منزلت حقیقی خود پی ببرد، هرگز چنین شکوی نمی کند که چرا خدا مرا آفرید. تاج کرمناس بر فرق سرت، طوق اعطیناک آویز برت. جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیر است و هوش، چون چنینی پیش را ارزان مفروش. جواب دیگر: کسانی که میگویند ما از اول نمیخواستیم که پا به این جهان بگذاریم، کسانی هستند که در این دنیا با ناامیدی ها و ناکامی هایی دست و پنجه نرم میکنند و میگویند ما از اول هم نمیخواستیم اینجا بیاییم. این گفته ایشان مثال کسی است که در مسابقه شرکت کرده اما نتوانسته موفقیت را از آن خود سازد و ناکام شده است. از همین روز که میگوید من از اول هم نمیخواستم در این مسابقه شرکت کنم، مرا به زور آوردن. این جمله مرا به زور آوردن از القاءات شیطانی است که برای مأیوس ساختن افراد مطرح می شود. جواب دیگر: الله متعال پادشاه حقیقی عالم هستی است. همه مخلوقات را آفریده و این همه نعمت را پخش کرده است. از دسترخوان نعمتش همه بهره مند گشتند. پس باید که مخلوقات او را بشناسند و از وی تشکر نمایند. هر کدام از مخلوقات به اندازه استعداد و بندگیش به شکر نعمتهای الهی میپردازد. انسان که گل سرسبد عالم هستی است نیز باید به اندازه استعداد والایش به شکرگزاری از نعمتهای منعم حقیقی بپردازد. همین تشکر از نعمتها را عبادت گویند. عبادت یعنی اعتراف به بندگی و قصور خیش در مقابل آن آقایی که همه چیز عالم هستی را آفرید. اینجاست که الله متعال می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تنها ذاتی که شایستگی عبادت را دارد الله متعال می باشد. همه انواع عبادت را فقط باید برای وی انجام داد. او باید شناخته شود و اسما و صفاتش ظهور یابند. مولانا می فرماید بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. به طور مثال اگر من ادعا کنم که انجینر و مهندس هستم، چه کسی این را قبول خواهد کرد تا زمانی که تولیدی از خدمات انجینری من را نبیند؟ پس برای اینکه من به عنوان یک انجینر و مهندس شناخته شوم، باید افرادی باشند تا شاهد تولیدی از من باشند. الله متعال خالق است و خلق می کند، پس باید که مخلوقاتی باشند تا او را به عنوان خالق بشناسند. لازم به ذکر است که ظهور کمال خداوند متعال نیازمند وجود انسان نیست،
بلکه بدون احتیاج به خود انسان آثار کمال مطلق او بر انسان ظاهر می شود. چنانچه خورشید اثر نورش را اظهار می کند در حالی که هیچ احتیاجی به سایر مخلوقات ندارد. جواب دیگر این که جالبتر از همه این است که الله متعال همه عالم هستی را در خدمت انسان آفرید. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. همه برای انسان خدمت می کنند، پس باید که انسان به بندگی مولایش مشغول شود و از بندگی وی سرباز نزند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. و جواب دیگر این که مثال کسی که خود را به این سوالات مزخرف مشغول کرده، چرا خدا مرا آفریده؟ مگر این ظلم نیست؟ چرا از من نظرخواهی نکرده است؟ همانند این است که تصور کنید بر لبه یک صخره ایستادید و کسی شما را به درون اقیانوس پر از کوسه هل می‌دهد. حال کسی شما را هل داده یک نقشه ضد آب و یک مخزن اکسیژن به شما می‌دهد تا از طریق مناطق امن حرکت کرده و در نهایت به یک جزیره گرمسیری بسیار زیبا برسید و برای همیشه در آن جزیره سعادتمندانه زندگی کنید. اگر هوشیار باشید از نقشه راهنما استفاده کرده و به آن جزیره امن میرسید. اما اینکه خود را درگیر این سوال کنید که چرا به این اقیانوس افتاده اید، در نهایت باعث می شود که کوسه ها شما را شکار کنند. برای مسلمانان قرآن و سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم نقشه و مخزن اکسیژن است که مسیر امن زندگی را به ما نشان داده تا آن را به سلامت طی کنیم. ما باید خداوند را بشناسیم، دوستش داشته باشیم و از او پیروی کنیم و تمامی اعمال عبادی خود را تنها برای او جهت دهیم. اصولا ما انتخاب را داریم که با نادیده گرفتن این پیام به خود آسیب بزنیم و یا با قبول و پذیرش آن محبت و رحمت خداوند را در آغوش بگیریم.